سه هدف مهمترین استراتژی کشور استقلالیت انرژتیکی، برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی و تامین امنیت غذایی در مرحله نوی رشد خصوصیت‌های صفتی کسب می‌کنند. برنامه از 5 باب اساسی عبارت است و تمام سوال‌ها به طور مشخص پیش بینی شدند و تدبیرهای مشخص اندیشیده میشه در دوره برنامه مذکور و این دوره اساساً تطبیق استراتژی ملی برای تا سال 2030 از 3 مرحله اساسی عبارت است که این مرحله ها مکانیزم تطبیق شوی استراتژی ملی برای دوره تا سال 2030 میباشد. برای در عمل تطبیق نمودن استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 اجرای یک قطار وظیفه‌های مهم ناگزیرند. در 15 سال من بعد سهم سوهای صنعت در مجموع محصولات داخلی به طور نظررس زیاد شده تاجیکستان از کشور اگراری اندستریالی به اندستریالی اگراری مبدل می‌گردد. این گزارش در حل وظیفه‌های پیش‌بینی نموده استراتژی نوی رشد نقش کلیدی دارد. صادرات اشیاء خام کم شده، صادرات مال و محصولات تیار تمایل بیشتر پیدا می‌کند. تناسب حجم بین محصولات کشاورزی و صنعت در مجموع محصولات داخلی به نفع مال صنعتی تغییر می‌پذیرد. عین حال در مجموع محصولات داخلی حصه محصولات کشاورزی 20-25%، صنعتی باشد 12% را تشکیل می‌دهد. برای تامین باثمر روند صنعتی سازی مملکت، زیاد نمودن حجم استحصال محصولات صنعتی و تأسیس جایهای نوی کار، رشد ساحه‌های واقعی استحصالات، فراهم ساختن شرایط مساعد سرمایه‌گذاری و جلب سرمایه و وارد نمودن تکنولوژی‌های اینوواسیونی نسل آخر ضرور است. تا سال 2030 اقتدار انرژتیکی کشور از 17 تا 45 میلیارد کیلووات ساعت در یک سال افزایش داده، همزمان پیش بینی می‌گردد که در 15 سال من بعد فضای سرمایه‌گذاری تاجیکستان بهتر، حصه سرمایه‌گذاری‌های خصوصی زیاد کرده شود. جوهر اساسی استراتژی ملی پیش از همه هدف اولی که در واقع دارد، هدف اولی بلند بردن سطح نگاهی مردم در پایه رشد استوار می‌باشد. برای بلند بردن سطح نگاهی مردم 4 هدف اساسی قبول گردیده است که آنها باید در دومی 15 سال میاده عملی شوند. این اولا تامین امنیت انرژتیکی و استفاده نیروی برق، سماوار برق. دوم این راههای از بنبست کمیونیکاسیونی و تبدیل به کشور ترانزیتی. سوم این تامین امنیت غذاخوری و دسترسی اهالی به غذای خوش‌صفت. چهارم این رشد پرمحصول. همزمان در دایره پیام سال 2019 جناب عالی و فرمان کشور هدف دیگر قبول کرده که این هدف صنعت کنونی کشور میباشد. بلند برداشتن ثمراناکی استفاده ثروت‌های ملی، ثبات اکولوژی، تحکیم بخشی دیورسیفیکاسیون فعالیت اقتصادی، تامین رقابت‌پذیری اقتصادیات ملی، تطبیق برنامه‌های رشد بخش خصوصی، اصلاحات نظام اداره‌کنی دولتی، تقویت‌دهی سرمایه انسانی و سرعت بخشیدن رشد منطقوی و فعالسازی، تکمیل‌دهی و دریافت روش‌های نوی حل مسائل‌ها را تقاضا دارند. در دوره اول در اولای تطبیق برنامه واسطه با تطبیق اون هدفی که در دوره سری گذاشته شد کارهای نظارت به سامان رسانده شد. نتیجه تحلیل دو ساله نشون داد که ما باید در دایره متریس عملیاتی که بیوسته زمینه یک که برنامه 16 و 20 شد تکمیل داده شود واسطه با سیستم نوی نظامی منطقه برجابی. بنابر تاکید اقتصاددانها تطبیق هدف‌های استراتژی ملی رشد برای تا سال 2030 امکان فراهم می‌آورد که مشکلات در بخش‌های تندرستی و معارف رفع و ساکنان به زندگی شایسته نائل گردند. استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 همچون نقشه عملی برای تمام مقامات دولتی و نقشه مخصوص برای بخش خصوصی و جامعه شهروندی دانسته شده در آن برنامه‌های کمکی و مالیوی کشور درج شده‌اند. ابراهیم نعمت، سعدی میرزا، جهان‌نما.